از مرکز کابل شما به هر طرف پرواز بکنید 1 ساعت شاید ممکن بیشتر طول نکشه. هر قسمتی از افغانستان که شما برید، یعنی یک جغرافیایی با این اندازه کوچک، نفوذی با این اندازه کم، ولی برعکس تمام دنیا منابع طبیعی و غنی بزرگ در زیر پایت گذاشته. گویا 35 میلیون انسان بر روی نفت و طلا و گاز و زمرد و لاجورد و نقره و مرمر و سنگ زغال و مس عینک و همه چیز زندگی میکنن و از هر شله کوه، دره و بیابان افغانستان هم که ببینی یک دریای از آب روان است. ولی تو رو به خدا قسم خودت فکر بکن، خجالت نمیکشیم که امروز در تاریکی زندگی میکنیم، در فقر زندگی میکنیم، در متفرق بودن و در تعصبات مصروف هستیم؟ شرم نمیکنیم؟ و هر کدام ما هم افتادیم گروهی دنبال یکی، والله صاحب رهبر فلانی و رهبر فلانی و ژنرال فلانی و قماندان فلانی و صاحب حاجی فلانی. چی میکنیم ما؟ یک مرتبه که به اساس عقلتان فکر کنید، نگاه کنید، دنیا رو ببینید. امروز کشورهای اسلامی دیگر رو نگاه کنید، چی میکنن، کجا رسیدن. ما و خودت به چی مصروف هستیم؟ چی کار میکنیم؟ وظیفه ما چی است؟ در روی بالاترین ثروت زندگی میکنی ولی محتاجترین انسان روی زمین. در جغرافیای زندگی میکنی که قلب آسیاست. قلب آسیا، یعنی بهترین موقعیت جغرافیایی را رب العالمین در اختیارت قرار داد. بهترین آب و هوا، بهترین میوه‌جات، بهترین زمین برای زراعت، بهترین چانس ها و فرصت ها، بهترین دره های کوه برای ایجاد بند برق.